با درود بینندگان عزیز، شما برنامه خبری رادیو آزادی رو مستقیما تماشا دارید. من شعله گلخوجه هستم در خدمتتان عزیزان. در 15 دقیقه دیگر اطراف این موضوعها صحبت خواهیم داشت. سفیر تاجیکستان در روسیه میگوید آنها در فکر به وطن رسانیدن مهاجران درمانده هستند، ولی بهتر میبود اگر شهروندان تاجیکستان فعلا در روسیه بمانند. ساکنان سیلزده امداد میجویند مردم حلقجر خراسان بعد آفت طبیعی چند روز پیش در بیرون ماندند. یک تسلی خانه‌مون گیر نمیگرده، نمیبینن، هیچ که رفته یاردم نکرده، مالا که لای طالبه بروره ای طرف دولت. از کرونا ویروس امین ماندن و از بالوروی نرخ‌ها و چرا در بازارهای تاجیکستان نرخ محصولات نیازی اول بلند رفت. اینا سازی یقینی سومونه، کارتشکا 4.5 سومونه اگر گیری. نمیدونم بعد چخیل میشوه نرخ. مقامات تاجیک میگویند کوشش دارند به تدریج مهاجران درمانده در فرودگاه‌های روسیه را به وطن برسانند. حالا شمار زیادی مسافران تاجیک به خصوص مهاجران کاری در روسیه در فرودگاه‌های این کشور انتظار بازگشت به تاجیکستان هستند. تصمیم در مورد حل مشکل شهروندان درمانده در حالی است که با گذشت 4 روز از منع پرواز هواپیماها مسافران الکی بلیط در دست سردرگم ماندند. امام‌الدین ستاری سفیر تاجیکستان در روسیه امروز در یک صحبت اختصاصی به رادیو آزادی گفت که این صبح هواپیمای شرکت سامان ایر به فرودگاه ژوکوفسکی پرواز انجام داد. و امروز پرواز سامان ایر هواپیمای سامان ایر الان در فرودگاه ژوکوفسکی هستند و 185 نفر شهروندانی که باید به دوشنبه و خوجند پرواز میکردند امروز به طریق شرکت سامان ایر به وطن پس میگردانند. و در تصمیم دیگر است که فردا شهروندانی که در فرودگاه ونوکووا قرار دارند به طریق هواپیمای تاجیک ایر اونا از طریق فرودگاه دمدیدوه به وطن برمیگردونند. در اونجا ما امید داریم که اگر البته نفرانی که الکی چپته ها را خریداری کردند و در دستشان چپته های هواپیمایی های یوتر و اورال را دارند اونا به وطن برگردانده میشن و ما امید داریم که 28 نفری شهروندانی که چپته ندارند و در زون ترانزیتی فرودگاه شریمتی هستند اونا را ما توانیم که به طریق شرکت تاجیک ایر روان کنیم اگر جای باشد. در همین حال مهاجران منطقه‌های دیگر روسیه به مثل سنت پتربورگ و کراسنودار، نوسیبیرسک و یکاترینبورگ میگویند ظاهراً آنها را فراموش کردند، هرچند آنها نیز در فرودگاه سرگردانند. جناب سفیر گفت که در این باره نیز معلومات دارند. ما در تماس با کنسولگری‌های جمهوری تاجیکستان در شهرهای یکاترینبورگ و نوسیبیرسک هستیم. تا 2 روز پیش در اونجا مشکلات بود، شهروندان ما در فرودگاه نوسیبیرسک و یکاترینبورگ جمع نبودند و البته در این شرایط فوق‌العاده‌ای که به عمل آمده است شرایط تمام شهروندان از تمام منطقه‌های فدراسیون بردن فدراسیون روسیه به وطن برگرداندن البته ناممکن شده است، بسیار مشکل است. برای همین ما به طریق کنسولگری‌ها به طریق رهبریت دیاسپوراهای تاجیک‌های این شهرها با هموطنان صحبت کردیم و ما گفتیم که الان شرایط نیست و ما خواهش هم کردیم که تا یک وقتی معینی که الان کرانتین است در فدراسیون روسیه و در و ما خواهش کردیم که اونا انتظار شوند وقتی که وضع معتدل شد البته پروازها باز گرفته میشوند و هموطنان از تمام منطقه‌های فدراسیون روسیه به وطن برگردانده میشود. امام‌الدین ستاری در ادامه صحبت به خبر بعضی رسانه‌ها درباره آنکه روسیه مرزهایش را برای مهاجران کشورهای اتحاد دولت‌های مشترک از جمله تاجیکستان باز کرده است روشنی انداخت. این معلومات درست نیست، چرا که در آن فرمانی که از جانب حکومت فدراسیون روسیه برآمده است در آنجا گفته می شود که شهروندان دولت‌های اتحادیه دولت‌های مستقل یعنی دولت‌های سابق اتحاد شوروی می توانند به طریق فرودگاه‌های شهر مسکو یا دیگر شهرهایی که پرواز باز است به وطن
خود برگردند. یعنی که وقتی اونا به یکون فرودگاه می آیند از اون فرودگاه ها با نماینده های سفارت، کنسولگری و نماینده های خدمات های مخصوص اونا از یک فرودگاه به دیگه فرودگاه برده از اونجا به طریق هواپیما به وطن برگردانیده می شود. بینندگان عزیز، صحبت مفصل مومدین ستوری سفیر تاجیکستان در روسیه به همین زودی در آزادی ویدیو یوتیوب گذاشته می شود. رو می‌آوریم به موضوع دیگر. ده خانواده در دهه القجر نویه خراسان از آن شکایت دارند که نمی‌دانند شبشان را در کجا روز کنند. منزل‌های این مردم آخر هفته گذشته بنابر آمدن سیل زیر آب گیل مانده است. مقامات نویه خراسان میگویند از زمان فرآمدن سیل در جای حادثه قرار دارند، ولی مردم میگویند خودشان خانه‌ها را تازه می‌کنند و کسی به کمکشان نرسیده است. گذشته از این ساکنان در صحبت با آرزوی کریم ادعا کردند که اگر به پروایی مقامات نمی بود از این آفت طبیعی میشد جلوگیری کرد. ساکنان حلقجر در خراسان پیامدهای سیل شام 21 مارس را رفع می کنند. سیل در اینجا به خانه‌های مردم آسیب رساند و مال و اموالشان را نابود کرد. مردم شکایت دارند که کسی از مقامات به دادشان نمی رسد. یک تا سری خانه‌مون گیر نمیگرده، نمیبینه، هیچ که رفته یاردم نکرده. مالا که لای طالبه بروره ای طرف دولت هم میخوایم که بیان دستگیری کنن ببرورن. مالا ساکنان دهه میگویند بعد از فلاکت و داخل خانه شدن گیل در بیرون یا خانه های همسایه ها خوابیدند و حداقل به خیمه احتیاج دارند. شودک جا خوابیدند در خانه همسایه راستپا ایستادگی خانه سه. بعضی‌ها شکایت دارند که ماموران نجات یا کارمندان کمیته حالت‌های فوق‌العاده کار خود را درست انجام نمی‌دهند. یگان تازه که دیگه نیستن، این چه هستش بنزین کافته میگردن، بنزین ندارن. یا بریم نشان میتیم همه ایستادگی های موزه های زرد پوشیدگی دوری هوای بود رو میگه لویای من نمیدارم. موزه کتی در دوری لوی نمیداره وای میفوره که قاقی باشه قاقی کتی بگرده. مردم حالا خودشون خانه‌هایشان را پاک می‌کنند، هرچند بعضی از کارمندان کمیته حالت‌های فوق‌العاده نیز در محل حضور داشتند. مقامات میگویند که فلاکت به 200 خانه آسیب رسانیده است و ارزیابی خسارات برای کمک به مردم ادامه دارد. عین حال کارهای تازه کردن مکتب، کارهای کندن زهرها همش رفته است. کیها آمدن از ناحیه جمهوری؟ از من شخصا رئیس ناحیه خودش خانه به خانه گشته بوده است. از هم کسر مدیرای معارف از شعبه معارف همش گشته مخصوص تشکیل کرده شده. ساکنان میگویند درخت نشدن کوله در بالای دهه سبب خرابی در خانه‌های آنها شد. به قول مردم اگر مقامات از پیش برای رفع خطر چاره می‌اندیشیدند چنین بلای به سرشان نمی آمد. تاجیکستان یک کشور آسیب پذیر در برابر فلاکت‌های طبیعی است و سالانه صدها خانه چنین آسیب می‌بینند و ده ها نفر هم هلاک می‌شوند. شما برنامه خبری رادیو آزادی رو تماشا دارید. در بازارهای دوشنبه تا یک هفته اخیر نرخ بعضی از محصولات نیازی اول بالا رفته است. جهش نرخ از جمله در آرد و شکر و کارتوشکا به مشاهده می رسد. ساکنان میگویند از یک طرف مرزهای بسته، از سوی دیگر بالا رفتن نرخ و نوا زندگیشان را باز هم مشکل تر میکند. زرانگیز نوروشو و امردین اولیموف در چند بازاری پایتخت بودند و این گزارش را فرستادند. ارد از 205 تا 220 سومونی، کارتوشکا از 3.5 تا 4.5 و شکر تا 7 سومونی. بالاروی نرخ مواد نیازی اولیه در بازارهای دوشنبه ساکنان را نگران کرده است. اینا سبزی 1.5 سومونه، کارتوشکا 4.5-5 سومونه اگر گیری. نمیدونم بعد چخیل میشوه نرخ نوا. اینا شکر رو 50-80 بدوزی 6.20 6.40 6.5 7 رفته سوده. 5 تا کودک دارم. خودم قطعی مردکم هفته چه خیلی میکنیم اینا کار نروان اگر مقصد راه و اینا شود چه خیلی میکنیم زندگی چه خیلی پیش میروان یک کودک چه خیلی میخرونیم. تاجران بالاروی نرخ را به چند عامل ربط میدهند. منع واردات کارتوشکا از پاکستان و قرقیزستان از سبب‌های اصلی بالا رفتن نرخ این مواد در بازار گفته می شود. سبب بالا شدن نرخ کارتوشکا در ناحیه‌هایی که استحصال میکنند و چینده ماندگی بود در چاه میباشد کمتر برف بالان شد
بعد اساس در این مدت کارتوشکایی که در بازار وارد میشد از جمهوری پاکستان وارد میشود که در افغانستان برپای زیاد بریده پریوال ها محکم شدند و از سبب وارد نشدن کمتر نرخ ها بلند شد. قرب دلار در تاجیکستان یک هفته اخیر از 960 سومانی رسما به 1020 سومانی برابر شد. در پی نرخی قریب همگونه مواد غذایی در بازارهای کشور بالا رفت. آنهایی که به تجارت ارد مشغولند میگویند افزایش سوزشواری و خراجات آنها برای آوردن این مواد به پایتخت و بالاروی نرخ آن تاثیر کرده است. برای چی کمتر قیمت شد؟ راه هم بسته شدیش نه و وابسته که دلار آمریکایی که خست همین سبب کمتر قیمت‌تر شده. در برخی از بازارهای کلان شهر از جمله در بازار میرگان یارمارکه فروش محصولات نیاز اولیه که هنوز هنگام سرزدن هنگامه‌ها اطراف ارد وابسته به کرونا ویروس تشکیل شده بود هنوز هم فعالیت دارد. مسئولان بازارها میگویند چنین یارمارکه و نمایشگاه‌ها معمولا در جشن و عیدها تشکیل میشد و چند روز دوام میکرد، اما این بار آنها مجبور شدند وابسته به وضعی پیش آمده از جمله بعد از بالاروی قرب دلار این یارمارکه ها را دائمی کنند. مدت یک ماه است که ما در همین یارمارکه که چخل دیدید مردم را با ارد تامین کرده ایستادیم با نرخ معین. مردم حاضر فهمیده آمده یک تا گرفته برده ایستادند. چند پیش در پی سر و صداها در پاره پهنشوی کرونا ویروس در جهان در کشور برای خرید ارد و دیگر مواد غذایی هنگامه برپا شده بود. در پی این نرخ محصولات از جمله ارد در بازارها بالا رفت. با دخالت کارمندان مقامات انتظامی وضع در بازارها آرام و نرخ هم پایین رفت. تحلیلگران میگویند با ادامه این وضع امکان دارد نرخ مواد غذایی در بازارها بازم بالاتر رود. اما حکومت تاجیکستان میگوید برای مقابله با چنین وضع برنامه خاص دارد و نمیگذارد محصولات در بازارها کمچین و نرخ هم بیش از حد گران شود. اکنون از خبر خارجی میگوییم. دپارتمент давлати амрико اعلان کرد که کمک به افغانستان را به مبلغ 1 میلیارد دلار کاهش داده میخواست همکاری با این کشور را بازنگری میکند. روز دوشنبه مایک پامپئو به کابل سفر نموده کوشش کرد پرزیدنت اشرف غنی و سابق رئیس اجرایی این کشور عبدالله را به موافقه آورد. سفر پامپئو به افغانستان به نتیجه انجام یافت. مخالفت غنی و عبدالله سازش صلح را که ماه گذشته امضا شد به بنبست مواجه کرد. پامپئو در اظهارات گفته است امریکا متاسف است که غنی و عبدالله نتوانستند در تأسیس حکومت فراگیر به سازش برسند. واشنگتن همچنین تصمیم گرفته است که سال آینده کمک‌هایش به افغانستان را کاهش بدهد. و یک اعلان دیگر هم داریم. وزارت کارهای خارجی جمهوری تاجیکستان خبر میدهد که به سبب اعلان گردیدن همهگیری کرونا ویروس کووید 19 و وضع به وجود آمده اپیدمیولوژی از 24 مارس سال 2020 یعنی از فردا گذرگاه‌های سرحدی بین تاجیکستان و قرقیزستان تا به اعتدال آمدن وضعیت بسته میشوند. به قول وزارت کارهای خارجی محدودیت مذکور نسبت شهروندان تاجیکستان که به وطن وارد میشوند و شهروندان دیگر کشورها که از تاجیکستان بیرون میروند رانندگان ماشین‌های بارکش، دیپلمات‌ها و اینچنین اعضای هیئت‌های حکومتی تطبیق نمی‌گردد. این مطلب آخری برنامه امروز بود. تشکر از یکایک شما برای همراهی عزیزان. تا ملاقات نوبتی بینندگان عزیز، شما میتوانید خبرهای تازه را از وبسایت رادیو آزادی بخوانید. گزارش‌های روز و جالب در آزادی ویدیو کانال مخصوص ما در یوتیوب گذاشته میشوند. من صبح فردا همه شما را در نوید بامدادی منتظرم. تا فردا، خدا نگهدار.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.